ci decide Peschino da seguire per via Garraccia nei costumi e Kush Asaba Kosovo. In blue, representing Germany, Motion Sia. Dostajemy w dół, jego Germania, Motion Sia. Wearing the red, representing Armenia, Fetchitsburg. Representing Turkey, Hakan Yüksel. با درود مجدد ما برای کسب مدال برنز می جنگیم. محسن سیار از کشور آلمان کشتی میگیره از طرف کشور آلمان در مقابل خوسونوف که زیر پرچم کشور یونان کشتی میگیره. دیروز محسن سیار کشتی رو واپسین لحظات به باسیه واگذار کرد، اما اینجا اومده که برای برنز بجنگه. وزن خوسونوف بله چه قشنگ، دستاش خوب کار میکنه. محسنی که پرقدرته و خوشنفس و همینجور کار کنه اخطار میدم به دوبند قرمز. بله خوسونوف رقص پا میکنه. یه دقیقه رو ما سپری کردیم. بله داور تذکر به دوبند قرمز داره میده. محسنی که الهاز وزنی 114-15 کیلو، اما خوسونوف دیگه دورور 125 هست. قد بلند، قد کشیده. ما یکم به محسن عزیز که خیلی تنهاست کمی رویه دادیم، گفتیم شما یادت نره ارموتوری هستی که قاتل این درختای بلندی، قد بلندا خوراکته، کشتی تو بگیر. بله اخطار اولو به کشتیگیر یونانی خوسونوف میدن. خوسونوفی که وزنش بیشتره و او رو هدایت کردن به بیرون راحت نیست و زیر کت میزنه. ببینید از سمت راست زیر کت میزنه و اینو برسی بپاد. محسن شات کلاک 15 ثانیه مونده، 10 ثانیه. این کشتی نزدیکی خواهد بود. خیمه‌هاش سنگینه. خوسونوف و محسن یک امتیاز اینجا جلو میفته، یک امتیاز جلو میفته و اوه که داره رو به جلو کار میکنه. خوسونوف گارد داره میاره بالا. اگه زیر کتف نزنه، بله زیر کتف زد. ببینید محسن نمیشه اجازه بده به این راحتی زیر کتف بخوره. گارد آورده پایین. محسن سیار در انتظار این بود که خوسونوف کاری کنه اما نکرد. 30 ثانیه به اتمام 3 دقیقه اول، 20 ثانیه به اتمام 3 دقیقه و قشنگ داره کار میکنه. همین سبک درسته. بایستی گارد پایین، پیشونی به پیشونی، رو به جلو. ما تذکر به دوبند آبی میدن. عجیبه این دیگه، عجیب بود. من نمیخوام طرفداری هموطن کنم. الان من دارم دو کشتیگیر نگاه میکنم.
شما نظرتون چیه؟ آیا اصلا جای اخطار داشت؟ محسن سیاری که الان دو بند قرمز چه کار میکنه؟ آدم میتونه خودش سوال کنه. این تذکر اول دادن یعنی دومی اخطاره به محسن. حالا این نظر شخصی بنده است، شاید اشتباه کنیم، اما میتونه این کشتیگی رو خسته کنه. حالا 3 دقیقه دوم دستاش دیگه بایستی دستاش زیر کتف نخوره و خوب کار کنه، یعنی دستاش بایستی کش و قوس بده، دیگه بایستی اون رو کش و قوس بده. میتونه این کشتیگی رو خسته کنه، شکی نکنید. ببینید نباید زیر کتف بخوره، ببینید زود زیر کتف خورد. سمت راست بایستی زیر کتف رو ببنده. بله ببینید سمت راست رو ببنده، چپ نمیاد. الان دیگه نمیتونن اخطار بدن محسن سیار که رو به جلو کار میکنه. بله در تعقیب خسرو فقط زیر کتف نخوره، بخوره میتونن به محسن سیار. بله حالا داور تذکر به قرمز میده. محسن سیار سعی کنه بیرون هدایت کنه، یه لحظه بالانسش به هم خورد، نگران این بحثی باشه. داور میخواد اخطار بده دو بند قرمز. بله اخطار میدن به قرمز. شات کلاک روی خسونوه، دلاور مازندرانی داره قشنگ کار میکنه. محسن سیار یه لحظه همین درسته، فقط زیر کت نبایستی بخوره در جا، تو کش و قوس در جا بایستی وقتی تموم شد سمت راست رو ببنده، تو هر کش و قوس راست رو ببنده. خسونوف داره فقط از اون ور میاد، وزنش واقعا بیشتره. یه امتیاز دیگه میدن به محسن سیار. خدمت رو عرض کردم این کشی انتظار امتیاز زیاد نشته باشه. محسن سیار داره دلر میکنه مثل اره موتوری رو به جلو. خسونوف خوشش نمیاد. داور میگه سر رو بیار بالا. نه کشتی آزاده، لزومی نداره سر بیاره بالا. کشتی آزاده، فرنگی نیست. چرا سر رو بیارم بالا؟ اینو من نگرفتم. دست راست زیر کت مواظب باشه، فقط سرپا میخوان با آبی حالا اخطار بدن. شات کلاک رو میزنن رو محسن سیار. 1 دقیقه و 15 ثانیه. 2-1 شات کلاک رو محسن سیاره. 20 ثانیه رو شات کلاک مونده. از کل مسابقه 1 دقیقه مونده. در این لحظه 1 دقیقه باسی رقص پا کنه، نذاره اینجوری رو به جلو بیاد. خسونوف امکان داره ریسک کنه، زیرگیر نیست اونجوری، اما خب اگه به تنگا بیفته زیرو خواهد اومد. 2-1 40 ثانیه فقط، 40 ثانیه. محسن سیار اجازه نمیده سمت راست زیر کت بخوره، سریع مچا رو میگیره. 30 ثانیه. خسونوف واقعا وزن و جثه‌اش بیشتره، اما محسن سیار با گاردی پایین سریع میره سراغ خسونوف. وقتی شد حالا یه لحظه رو خواست جابجا کنه، میخواد از دور بیاد، داره فاصله میگیره. خسونوف زیر کتف باز زد سمت راست. بله داره میاد. 8 ثانیه. هستا اومد، دوباره اومد. سیاه خیمه سنگین. 4 ثانیه. 1 ثانیه. برونز میگیره محسن سیاه، برونز اروپا رو خلاصه میگیره. برونز میگیره. اره موتوری کی بودی تو؟ عجب اره موتوری، واقعا حقش بود. پارسال هم باعثی مدال میگیره. خلاصه مدال رو میگیره محسن سیاه. برونز اروپا. خسونوف نقشه بر زمین شده. عجب کشتی جنگنده گرفت، هر چی داشت رو تشک گذاشت، با تاکتیک درست جلو رفت. 2-1 یک برونز اروپا. برونز اروپا برای محسن سیار. اومد از شما تشکر کنه. من یه لحظه فکر کردم میخواد موبایل ما رو به 2-1 خسونوف ناراحته، کشتی زیبایی رو گرفت. 2-1
داور میگه بلند شو. خیلی کشتی شمرده و تاکتیکی گرفت محسن سیار. تبریک میگیم بهش، فرخنده باد. برنز اروپا رو خلاصه گرفت. بحثی فینال بود، چرا که بله داشته باش با اون وزنش. ماشاءالله با اون وزنش عجب کشتی میگیره محسن سیار. تبریک میگه به همه، تبریک میگه. فرخنده باد، عجب کشتی گرفت. خیلی رو تاکتیک کار کرد. هنوز خوشحاله. فیلم های ارسالیتون رو روی این فیلم بفرستید. اونورم کشتیگیر ترکیه از کشتیگیر ارمنی جلو فکر کنم. اونجا 4-1. اون کشتی 4-1. 19 ثانیه هم بیشتر نمونده اون کشتی. خب ما قطع میکنیم. فینال این وزن براتون پوشش میدم.